محترم، من از شما خواهش دارم که نام من شهرام است، نام مرا عوض نمایید. برادر عزیز و گرامی، ما یک چیز خیلی مهم فراموش نکنیم برادر عزیز و گرامی که فرزندها در نزد شما امانتند. انسان باید در امانت خیانت نکند. وقتی خداوند این نعمت را برای شما ارزانی کرد، شما را صاحب دختر و بچه گردانید، شما از چارچوبه قرآن و احادیث رسول بیرون نشوید. شما الحمدلله که مسلمان هستید، نامهای گذارید که نامها توصیه از جانب رسول اکرم باشد. این خاطر بله زمانی بود که پدرها و مادرها این مسئولیت مهم را احساس نمی کردند و درک نمی کردند و نمی فهمیدند و امروز فهمیم که یکی از حقهای پدر این است که برای فرزند نام خوب گذارد، زیرا فرزندها به وایه می رسند و برای آنها باز مشکلات ایجاد می شوند که باز اسم خود تغییر دهند. برای این دادر عزیز من برای شما اینقدر بیان می سازم که هر نامی که به بندگی خدا دلالت می کند، غیر نام عبدالنبی، غیر نام عبدالرسول، شما دیگر هر نامی که میگذارین با عبد بهترین نام به سوی خداست. چگونه که عبدالرحمن و عبدالله و مثل اینها عبدالکریم، عبدالمنان و دیگر نامهایی که با عبد آغاز می شوند و این چنین نامهای پیامبرهایی که ما و شما می دانیم از نامهای پیامبرها هم گذاشتن در فرزندهای خود. این طبق سنت است. برای این دادر عزیز این شرط نیست که من اعلام کنم شما با نفس خودتان نام خودتان را تغییر دهین، با همون نام روز قیامت شما فریاد داده می شوید. دیگر برای تغییر نام، عوض کردن شهادت نامه تو، یا اینکه برای عوض کردن نام ذبح کردن چاروای یا پرتاختن دسترخوان، اینها هیچ شرطی نیست. شما با همون نفس خودتان نام گذارید از نامهایی که محبوبیت به سوی خدا دارند، تمام با همون نام تو روز قیامت خداوند تو را با همون نام صدا میزند. این از ترتیب برادر عزیز تغییر دادن این نامها. خب دامله حاجی مرزا، خدا مورد رحمت و مغفرتش قرار دهد. بسیار چیز از شما آموختیم، یک تغییرات کلی در خاندان ما پیدا کردیم. زن من از نصیحت‌های شما بسیار منتدار است، بسیار وقت روزه‌دار است. من میگویم که دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیر، بطه است گوش نمیکند. آیا حکم روزه‌های نافله این زن من چی می شود؟ من یک حدیثی را به مادرهای عزیز میخوانم که صدای من منبت به گوش ایشان میرود. منم خیلی از شما منتدار هستم که در خاندان شما وقتی که قرآن حکمران است، وقتی که شوهر از زن خود منتداری میکند یا زن از شوهر خود منتداری میکند، ما نیز از شما منت داریم به خاطری که این راه درست شما قدم بزنید. و من حدیث را میخوانم مادر عزیز، شما موافق این حدیث عمل کنین. خدا خواهد این دنیا اونقدر دنیایی نیست که شما به این تکیه ای داشته باشین. شما زیادتر اللهم لا عیش الا عیش الاخره، عیش آخرت برای شما خوبتر و بهتر است. عیش آخرت را برای خود اختیار کنید که حبیب خدا گفتن حق الزوج علی المرأة ان لا تحجر فراشه. یکم مادرای عزیز، مراجعت
همچون یک فرزند شما. برای شما از نام پیامبر این است که تا زمانی که جان در بدن داری جایگاه خواب تو باید از پهلوی شوهر دور نباشد. یکم حقی که شوهر بالای تو دارد انا همین است که باید تو فقط از بری شوهر وقت جدا می شوی که خدا جان تو را قبض می کند. تا آن زمان باید جایگاه تو در پهلوی شوهرت باشد. بسیاری مادرای ما اگر اهمیت داده باشیم وقتی سین سال اونها کمی که بالا رفتن میگیرد دیگر جایگاه خوابش عوض میکند، نزد نبیره هاش میرود، نزد کلین ها میرود، نزد فرزند ها میرود یا خانه دیگر را برای خود اختیار میکند و اگر از او پرسی هم میگوید خیلی دیگر مقصد خواب ما در پهلوی شوهر چی معنی دارد؟ یا یک عمر مثال ما همراه همین شوهر بودیم، خیلی فرقش چی بوده است؟ من در دیگر خانه این در دیگر، نه، فرقی خیلی کلان دارد. اگر فرق نمی داشت، اگر مهم نمی بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این در حدیث مبارک برای ما بیان میکرد. برای این مادری عزیز از کلینم دیده، از نبیره هم دیده، از فرزندم دیده، برای تو عزیزتر شوهری توست. بگذار بیمارم باشد، بگذار مهمانم باشد، یک دم با او، ولی از پهلوی شوهر هیچ وقت باید جایگاه خواب تو جدا نباشد. مادر عزیز این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بگذار دیگر بین شما خانداری هم که نباشد، بگذار در بین شما دیگر حوث یک جای شدن هم که نباشد، ولی پهلو به پهلوی شما خوابیدن تمام ملائکه های خدا دوست ندارد که شما پهلو به پهلو خواب باشید. یکم حق شوهر بالای زنها انا همین است. دوم حبیب خدا گفتند و ان تطیع امره، دوم فرمان شوهر برای تو اولین درجه باشد. هر چی شوهر برای تو امر میکند مادر عزیز، نه قواق انداختن در کار، نه گردن کشی کردن در کار، نه کلمه نه استفاده بودن در کار، بلکه با لبی با جان و دل خوب شده است باید که از زبان تو صدا دهد. وقتی که اگر شوهر برای تو امر میکند، مگر مادر عزیز اگر شوهری که تو را امر کند که خلاف قرآن و حدیث باشد سخنش قبول نکن، سخنش رد کن، زیرا که هر کی سخن خدا و رسول یک جانب گذارد و حق خودش پیشکش کرد، اینجا در او چی هست؟ او ناحق است. ما حق قبول کردن سخن او نداره. سوم و ان لا تخرج الا باذنه. حبیب خدا گفتند دیگر حقی که شوهرها بالای شما مادر عزیز دارند این است که وقتی که از خانه بیرون شدی حتمی شوهری خود آگاه کن که مردک میگوی، شوهر جان میگوی، پدر کودکا میگوی، هرچی میگوی خبردار کن من بازار رفته ایستادم، یا من بیمارخانه میروم، یا من خانه پدر رو میروم. حتمی باید که از این بیرون شدن تو شوهر آگاه باشد. خواهر عزیز و الا اگر شما برای نو اگر چی آمده به خانه رسین و شوهر درکم نداشته باشد، شما همچنان تصور کنید که رفتن و آمدن شما لعنت ملائک بالای شماست. برای همین خوب میشد مادرها و خواهرای عزیز هر جایی که خواهش رفتن دارین با مصلحت شوهرهاتون شود. سوم. چهارم و ان لا تدخل الیه من یکره. چهارم حتی که شوهرها بالای شما دارن مادر عزیز، هر مرد را که شوهر تو در همین دنیا بد میبیند و گوید که همین باید که در خانه من مهمان نشود، شما حقی باید در خانه مهمان کردن ندارین. هر یک شخصی را که شوهر تو برای خود مثال بد دیده است یا دشمن خود میداند، پس اگر تو را امر کرد که وی باید در خانه من اصلا مهمان نشود، خواهر عزیز اطاعت کن، اون باید در خانه تو هیچ وقت مهمان نشود. و دیگر و ان لا تصوم یوما واحدا الا باذنه الا الفریضه. حبیب خدا گفتند دیگر حقی که شوهر بالای شما مادر عزیز دارد این که
بغیر نماز، بغیر روزه فرضی، همه روزه هایی که دیگر گرفته می شود باید که از شوهر پرسیده شود که مردک پگاه من روز دوشنبه میگیرم یا روز پنجشنبه میگیرم، همین هم باید تو پرسی. یا اگر روزه های ایام 20 13 14 15 هر ماه یا 9 10 ماه محرم یا 6 روز از ماه شوال، اکنون ما به روزه ماه رجب مثلا حجت نداریم، دلیل نداریم مادر عزیز، یا روزه مریمی که بعضی مادرهای ما میگیرن که اینا از ما نیستن، این روزه هایی که من بیان کردم که موافق حدیثن، اینها را باید از شوهر پرسید. اگر شما نپرسیده گرفتین، حبیب خدا گفتند ثوابش به شوهرت میرسد و گناهی به اطاعتیش در نامه اعمال تو نویسانده می شود. تو روزدار تا بگاه و ثواب روزه را مردک شوهرت میگیرد و برای خبردار نکردن، اطاعت نکردن در نامه اعمال خدا گناه می نویسد. و ان لا تعطی من بیت شیئا الا باذنه. و دیگر حقی که مادرای از این شوهرها بالای شما دارند، از خانه شوهر چیزی داده مثل از بحر صدقه داده نمیتوانی تا از شوهر نپرسی. هر چیزی که از خانه اگر به کسی صدقه دادی، خواه به خویش و تبارت، خواه به همسایه ها هست، به هر کسی نباشد، شوهر باید آگاه باشد. اگر شوهر آگاه نکردی مثل روزه می شود، ثواب صدقه را خداوند در نامه اعمال مرد می نویسد و ثواب خبردار نکردن، اطاعت نکردن را در نامه اعمال تو خدا می نویسد. این است مادرای عزیز حق شوهر بالای شما زنها. و این مادری که روزه میگیری خوش به حال است، آدم به اخلاصی، آدم خدا ترسی، با تقوا هستی، ولی این شرط ها را البته بجا بیار. شوهرت آگاه باشد. السلام علیکم دامنای محترم حاجی میرزا. بسیار خجالتم ولی مجبور شدم که سوال کنم. من از شهر دوشنبه هستم. زنگ گرفتم با تمام هوس‌های زیاد و برپا کردن زندگی درست و خوب، ولی وقتی که این عروسم را به خانه آوردم 3 شب نزدیک نشدیم، زیرا که او گفت که بیماری زنانه دارد. بعداً پیش از خانه‌دار شدن او اقرار کرد که دختری خود را در وقت مکتبخانه از دست داده است. این سر را به کسی از نزدیکان خودم و این عروس نگفتم. چی مصلحت می‌دهید داملا؟ یگانه جایی که اخلاص و محبت دارم شما هستید. خواهش میکنم. ولی اکنون جای تأسف است اطراف که دخترها در این عملهای خیلی شنیع زیشت وقتی چنگ میزنند که من در باب زنا خیلی مفصلا بیان کرده بودم و همون مسئولیتی که دارم انشاءالله امید دارم که از ذمه خودم دور کردگی هستم. زیرا 5 جمعه من با تمام آن مهارت و آن سوادی که خداوند برای من داده بود استفاده بردم، بیان کردم و حتی در آخرم قید کردم که برای انسان ایماندار باید این به تأثیر نماند. ولی باز هم روز به روز مکتوبهای نو، روز به روز باز همین عملهای زیشت از خواهرای ما و شما به وجود می آید. دادر عزیز، من قبلا هم این مصلحت ها را داده بودم و اون جمعه هم شما یادتان باشد شخصی گفت زن من 9 ماهه و 9 روزه فرزند را در 8 ماهگی به دنیا آورد.
مثلا قبلا ماهانه در شکم خود داشته است، ولی برای این گونه انسان‌هایی که در حالت نادختر یافته میزن یا حالتی که آن جوان در 8 ماهگی زنش تولد کردند، اگر شما خواهش زندگی داشته باشین، شما در نزد اسلام، در نزد خدا گناهگار نیستین. یکم. دویمش که حدیث های بیشمار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب آمده است که من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، کسی که اگر عیب یک بنده خدا را روپوش میکند، کسی که اگر کمبود یک بنده خدا را وقتی روپوش میکند، خداوند همه عیبهای او را در روز قیامت روپوش میکند. اگر شما این خواهر عزیزی که در این کار خیلی زیش چند زد و آب روی خود ریخت و گویم خیلی ویم خجالت، من باوری دارم که او را از دستش گرفته و خانه پدر و مادرش بری برادرای با ناموس داشته باشند، شاید تا قیامت با او هم صحبت هم نشوند، قهری ابدی میکنند. از شکل و رنگ و حضور این گونه خواهر و اپا بیزاری طلب میکنند. برای همین که شما اگر خواهید که این گناه را روپوش کنین و با این زن اگر حیات برین، میلش دادر عزیز، خداوند عیبهای تو را در روز قیامت روپوش میکند. خدای مهربان برای خواهرای ما و برای دخترای مسلمان شرم و حیا را خدا نصیب کند و خداوند تقوای ایشان را زیاد گرداند که بغیر شوهرها کسی دست ایشان تا روز ازدواج دست درازی نکند. خیلی جای به خدا جای تأسف هم هست. و یک قصه هست، میگه یک دختر ایرانی را به شوهر دادن. دختر ایرانی را به شوهر دادن، بعدا جوان مرد شب خانه‌داری کرد که دختر نادختر یافت. بعد آمد میگه نزد پدر این دختر رو گفت بابا، شما میدونید پدر را بابا میگن، بابا این دختر نبوده. بعد ایرانی گفت جانی بابا، گفت چه دختر نیست؟ گفت این دختر است، آخه این پسر نیست. گفت دختر است. نه گفت نفهمیدی، اونچه که من میخواهم تو نفهمیدی، آخه این پرده ندارد. گفت ها گفت جانی بابا، گفت پرده نداشته باشد، قالین دارد، ماشین دارد، خانه دارد. میگه باز این جوان میگه حیرت نمان، گفت بابا، گفت مقصدی مرا نفهمیدی. مقصد ایمان گفت این نیست. مقصد پرده نداشتن معنای از اسباب و اشیای دنیا نیست. گفت بابا دختر پیش از آنی که با من ازدواج کند در بغل کسی نشسته بوده. پدرش میگه گشت جان بابا، گفت وقتی خورد بود این دختر دایم در بغل خودم بود، دایم گفت دوستدارش میکردم. گفت بابا نفهمیدی، اونچه من میخواهم، گفت مطلب این نیست، آخر دختر تا کسی تجاوز کرده. آخر این تا گفت گفت گپ درباره تجاوز میرا. گفت بله گپ درباره تجاوز میرا. گفت گپ درباره تجاوز برود، این ارثی است، این میراثی است. وقتی من مادرش گرفتم بودم نادختر بود. این خیلی اصلا خدا نگه دارد. برای همین است که میگم مادر را دیده دختر را بگیریم. این خیلی هم گپا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الله حاجی مرزا.
من یک سوال دارم، بین نماز عصر و شام خوردن و آشامیدن درست است یا نه؟ ولی دادر عزیز درست است. بین عصر و شام، عصر که خواندین تا نماز شام شما آشامیدن هرچی میخواهین نوشین از حلال کرده های خدا و هرچی که میخواهین از خوردنی ها خوردن گیرین، باکی ندارد. بین عصر و شام خوردن و آشامیدن که بعض گفتارهای بودن که هیچ اساسهای علمی ندارند، که گویا که فرزند ما و شما از نوشیدن حوض کوثر محروم میماند و دیگر افسانه هایی که بودن، اینها را که زمان پشت سر گذاشتن آمده است. بین عصر و شام دادرای عزیز شما اگر گرسنه باشین خوراک خورین، تشنه باشین از نوشاکی ها هر چی نوشیدن گیرین، درست است. سلام داملا حاجی مرزا، ما یک نفر مخلص شما خواهش میکنیم در سجده یا سبحان ربی العظیم را یا سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد گفتن میتوانیم یا نه، ولی تنها گذار باشیم گفتن گیریم. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا ادناش کمترینش 3 بار است. و اگر امام هایی که امامتی میکنند برای آن که در مردم وزنی نآید، برای اونها 3 بارش بهتر است. اذا اما احدکم الناس فلیخفف. حبیب خدا میگه وقتی شما امام باشید بایستا که نماز برای مردم سبک خوانید. این سبک خواندن همون ادنای تسبیح هم که مذهب خود مانند 3 بار یاد میکند، 3 بار اگر سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم را گوییم برای امام ها این بهتر. ولی وقتی که امام ها اگر 3 بار گفتن و شما اگر 3 بار گفتین امام سرش نمیبردارد، شما 4 بار هم گویین 5 بار هم که گویین، یعنی مقتدی ها اقتدا کننده ها باقی ندارد. و اگر شما تنها گذار باشین 3 و 5 و 7 و 9 گفتن گیرین تا چند زیاد گویین هم شما ثواب میگیرین و گناهگار نمیشوید. السلام علیکم اخی حاجی مرزا، التماس با این سوال من جواب گردانید. بچه از چند سالگی و دختر از چند سالگی به گناه می شود؟ بچه ها را از 12 گفتن، دخترها را از 9 گفتن، ولی وقتی که بچه ها در 12 و دخترها در 9 احتلامی نشوند، یا اینکه اگر بچه را زن دادن زنی و حامله دار نشد، یا دختر شوهر دادن در این سن سال و حامله دار نشد، حکم بلاغت اونا را از 15 سالگی میگیرند. این است که از شرطهای با بلاغت گوییم حکم کردن فرزند. یک مسئله دیگر اینجا برای من آمده، میخواستم همین من برای شما جواب گردانم، بعدا یک اعلان دارم. ولی اینجا هم یک سوال تعجیلی که آمده است، این هم حاضر در دست من داد این برادر عزیز. درود و بی‌پایان و شما با داملای محترم، من و برادرم مخلص شما هستیم و موعظه های شما رو گشته و برگشته گوش میکنیم. محترم داملا، من از روزگار خویش کمی نقل میکنم و خواهش دارم به من نصیحت دهید. شوهرم پسر عمه کمی باشد و ما همدیگر را دوست داشته خانه‌دار شدیم. او صاحب کار است و با من و فرزندانم گاه گاه یاری میرساند، زیرا که عمه کم و ینگم نمیگذارند که ما یک جای زندگی کنیم. آنها حاجی اند و در نزد فرزندانشان شرط گذاشتند که اگر با دختر عمک زندگی کنی عاقد میکنیم. مگر این گفته حاجیان درست است؟ او را 3 زن دیگر دادند اما از آنها فرزند نیافته است. گاهها 4-5 ماه به عیادت من و فرزندانش نمی آید. چی نصیحت میدهید؟ من شب شما را در خواب دیدم و شما با من گفته ایستاده اید که لباسهای سفید پوشیده روی مال بسته طاعت و عبادت نمایید. اگر این کارها را نکنید از این شهر برآمده روید. تعبیر خوابم چیست؟ داملای محترم، از شما خواهش و التماس دارم که به من نصیحت دهید. در آخر در حق فرزندان عزیزم ابوبکر جان، آمینه جان، یک دعای خیر دهید که مثل شما عالم و دانشمند شوند. با احترام، ساکن شهر پر از محله داری پول داده است با پرسنت های خیلی بلند و امروز وادار میکند که
اون همسایه ها مجبور شدن و راه گریز و راهی مثال دولت های روسیه را انتخاب کردن. و این گونه حاجی هم جمعه گذشته من برای شما یکی از اونها را خوانده بودم که با چند همسایه های خود مثلا با طریق زنا می رسیده است، کدامش هم می خواسته است نکاح می کرده است، می گرفته است. من حیران ماندم که گفتی اصطلاح های امروزه چی بلا شده است که همه عیب و کمبود امروز از حاجی ها سر زده ایستاده است. این چی بلا شده باشد؟ من میگویم که معنا این است که این حاجی ها را حجشان قبول نشده است. برادر عزیز، این حاجی هایی که امروز آمده و دستی در گناه میزنند معنای او را دارند که اینا حجشان از برای خدا نبوده است و حجی که کردن گفته حدیث های پیامبر وقتی که لبیک اللهم لبیک گفتن از حاطیف صدای آمد که لا لبیک ولا سعدیک. این خیلی جواب برای اینها آمده بود که اینها در اطراف خانه کعبه لبیک اللهم لبیک، پروردگارا ما در خدمت تو قایم هستیم، خدایا هرچی تو گویی ما اجرا میکنیم، خدایا تا وقتی که هستم این عنوان حاجگی را خوار نمیکنم. ولی از اونجا جواب آمد لا لبیک ولا سعدیک، نه لبیک قبول است و تو بنده بدبخت و شقی هستی. این که خدا که میدانست، من فکر میکنم به این حاجی ها این صدا آمده بود. حاجی های محترم یا بابای حاجی از صدا بترس. فکر میکنم قوت عذاب خدا را نداری. ان الذين يؤذون الله والرسول لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهینا. بیا به سوره نور، سوره نور کشا. خدا در سوره نور برای تو میگوید آن کسانی که پروردگار آزار میدهند، آن کسانی که رسول الله را آزار میدهند، الله گفت لعنهم الله، لعنت من بر اونها باد. و برای این گونه حاجی ها روز قیامت عذاب دردناک آماده کردند. برادر عزیز و گرامی، الحال مکتوب دارم در دستم که حاجی دو سه زن مسلمان از سرشون سطرهاشون کشیده گرفتن. حاجی ها، برادر عزیز، شنیده بودیم که کدام وزیر معارف ایتر کدام دختر مسلمان لقطه کشیده گرفته بود. ولی شنیده بودیم که کدام معلم بود یا معلمه بود دخترها را از سرشون روی مالا را میکشیدند. ولی از حاجی نشنیده بودیم که حاجی دست دراز کند و روی مال بالای سر دختری را از بالای سرش دور کند. برادر حاجی، به سوی خدا توبه کن، به سوی خدا توبه کن. من اعلام میکنم تو حاجی نیستی. من قبلا گفتم تو کی هستی، تو که حاجی نیستی. کسی اگر این گونه برادرها را، برادر عزیز، حاجی میگوید به نام خدا گناهکار میشوید. اینا حاجی نیستند. شما نام حاجی ها را این قدر خوار نسازید. ما حاجی های خوب داریم، حاجی های دلسوز داریم، حاجی های خدا ترس داریم. پیامبر خدا میگوید حدیث متفق علیه الحلال بین والحرام بین. حلال ها بیان شدند، حرام ها هم بیان شدند. هر چیز حلال است امروز حلال ها را میدانند، هر چیز حرام است حرام ها را میدانند. خدا در قرآن میگوید و کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. سوره نور آیت 31. برادر عزیز، این سخن الله است، این حکم خدا است که بگو برای زنها
که روی مالهای خود خمور شکل جمع خمار است، جیوب شکل جمع جیب است. روی مالهای خود در بالای سر خود پرتایم. الله را امر کرده. اگر باور نداری سوره نور را تماشا کن، آیت 31 و تماشا کن. بسیار جای تأسف است، بسیار جای ناراحت است که از حاجیای ما و شما این گونه چی است؟ این گونه امر است. این گونه مثال بدبختی ها نسبت برادرای مسلمان رخ می‌دهد. بسیار هوشیار باشیم و بسیار در همین مسئله جدی باشیم که در پیشگاه خدا به خدا سخت پشیمان میشویم. و یک 4 مصر شعر نویساندم: هزار گنج عبادت هزار خوان کرم، هزار گنج عبادت هزار خوان کرم، هزار طاعت شبها هزار بیداری، هزار روزه ماه هزار خلوت سال، قبول حق نشود گر دل بیازاری. تو وقتی که البته تصور کن که دست دراز میکنی ناترسیده از خدا، روی مال از بالای سرش میگیری، آزار دل همون دختر مسلمان میشود، قهر پروردگارت میشود، این طاعتی تو عبادتی تو همه حبطه میشود. برای من بسیار در این مسئله جدی باشیم برادر عزیز. یک اعلام گفتم برادر عزیز و گرامی. دیروز پیش از این سوال خواندن، دیروز در حکومت شهر مجلس شد، همگان ما را دعوت کردند اطراف یک مسئله خیلی مهم است. اصلا اگر فکر کنیم خیلی مهم است. ضرر دیدگان ناحیه خراسان، شاید به تلویزیون بسیار شما دیده باشین که چندین خانه ها در اونجا ویران شدند، مردم بی سرپناه مانده است، خانه ها همه زیر گویم آب و لای ماند از همین باران های سیلی که آمده بود. و برای حکومت شهر کولاب برای بنیاد 3 خانه گویم فرمان برآورده شد و 2 خانه همین حکومت شهر میکند، 1 خانه همین جمع مساجدی که در شهر کولاب است. چند مسجدی که در ناحیه ها و در شهرها چه از 5 وقته ها و چه از جمعخانی ها همین مسجد باید که سازد، همون خانه یکی از اونها را باید بنیاد کنند. ولی کاری خیر است ماها یگان اگر چنده که امروز خودمان احتیاج داریم، تعمیر داریم، تا حال تمام نکردیم، ولی برای هر یک مسجد مبلغ معینی را وابسته کردن که باید که از طرف مردم کمک رسانی کرده شود و یک انسان صاحب خانه شود. ولی به خدا قسم خیلی کاری خوبم هست. ما اینا نمیتونیم گوییم که کاری، اگر خداوند همون آفت به سر ما هم که می آورد، از همون جانب هم اونها برای ما و شما کمک خود میکردن. سال 92 به یاد داشته باشین مردم ما و شما را سیل زده بود، ولی از هر طرف کمک‌های آمده بود. اگرچه یک سال تلاطمی بود، سال خیلی ناخوبی‌های بود، ولی به هر حال هم که باشد برای ما و شما کمک کردن، دست یاری دراز کردن. و همین خاطر برای ما توصیه داده شد که از مردم مبلغ معینی که در روز جمعه جمع می شود همون ما با همراهی این برادرای مسئول مسجد برده در بانک می سپاریم تا برای همون ضرر دیدگان ناحیه خراسان برای تعمیر مسجد خانه از اونها استفاده برده می شود. برای همین برادر عزیز حاضر همون صندوق‌هایی که گردانند چیزی که امکانیتتان باشد کمک کنین، برای که این کو وظیفه هست که وظیفه همه مسجدهای شهر ناحیه این عمل انجام میدهند، این کار میکنن که تا که بازار دیان چیزی از دست داد، چی امکانیت داری برادر عزیز همین استفاده برین فقط به خاطر ثواب.
خدا نگهتان دارد. انشاءالله در عوضش پیشگاه خدا در البته ثواب میگیرید. یک برادر مسلمان ما و شما خرسند میکنیم. وقتی او خانه بنیاد شوند، از اینجا نماینده‌ها چه از دامدها چه از حکومت شهر باز رفته در اونجا برآمدها می شود. ممکن با طریق تلویزیون با اینها را معرفی کنند که کیها یاردم کردند، چه یاردم کردند. گفته خدا خواه با اونجا هم شاید در حق ما و شما دعا کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام داملای مهربان حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه دنغره دهه سنتوده میخواهیم از شما و قوم جمعه خانان مسجد محمدی درباره یک گروه برادران تبلیغی که در زندان هستند دعا کنید و در آخر با ما مخلصانتان دعا کنید. خدای مهربان تمام برادرانی که امروز در زندان هستند و امید نجات دارند، امید خلاصی دارند، خدای مهربان همه برادرای زندانی ما و شما را هم بر روزهای نیک و بر روزهای خوش خدای مهربان موفق گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز حاجی مرزای محترم. ما یک گروه مخلصان شما از بازار کاروان و ما به شما سوالی داریم. التماس با همین سوال ما جواب گردانید. نماز وتر واجب را یک رکعت خواندن درست است یا نه؟ بعضی شخص‌ها هستند که برای یک رکعت خواندن دلیل‌ها آوردند که درست است. خدای عزیز در 3 رکعت نماز وتر خواندن هم دلیل‌های خیلی زیاد است. حدیث‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر یک رکعت او کدام سوره ها را پیامبر خدا خوانده است، حتی دلیل‌ها و حجت‌ها از حدیث‌های رسول اکرم موجود است. و این خاطر مذهب ما و شما خواندن 3 رکعت نماز وتر را البته قبول دارد. ما یعنی یک رکعت نمیخوانیم ولی 3 رکعت خواندن هم موافق حدیث‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و قبول ما هم همون 3 رکعت است. اگرچه که یک رکعت میخواندگی هم ملامت نمیکنیم، تحقیر نمیکنیم، سنگ هم نمیزنیم، ولی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به خواندن 3 رکعت نماز وتر رفتن. ما همون 3 رکعت نماز وتر میخوانیم. در همین بازار کاروان مسجد هست، ما نمازها را در همین مسجد میخوانیم. شما باری هم در همین مسجد مهمان شده بودید. یک روز در همین مسجد بحث شد و مولا امام همین مسجد حقارت‌های قبیح داد و نمازهایتان را خوانید و بروید. خب آیا از قبای این که امامی که در محراب حقارت‌های خب قبیح میکند نماز خواندن درست است یا نه؟ ولی دادرای عزیز شما از پس این گناه امامی که حقارت‌های قبیح دارد، خب گویم که آداب ناخوب دارد، نمازاتون نخوانیم. نماز شما از پس این گونه امام ها درست می شود و شما دعا کنید که خداوند خصلت ها و این عمل های ناخوب امام از وجودش دور گرداند و ایلا نماز شما از پس او درست می شود. دادر عزیز سلام داملا حاجی مرزا. من یک جوان مخلص اشدی شما. من با برادرم سال گذشته پدرم را به حج روان کردیم. در این روزهای نزدیک یک معرکه خرسندی داریم. من با پدر و برادرم گفتم که در این توی حافظی کردن از روی اسلام درست نیست. آنها با من جنگ و جنجال کرده، گفتن اگر خواهی در این معرکه اشتراک کن، نخواهی اشتراک نکن. من در نزد خداوند گناهگار شدم یا نه؟ و در آخر گفتنی هم که در حق من دعای کنید که خداوند گناههای من مغفرت کند. خب برادر عزیز شما برای این دعوتی که حق است چه برای پدر چه برای برادرتان کردید شما گناهگار نمیشوید، بلکه شما پیشگاه خدا را ثواب میگیرید. ولی حق شماست. شما همون مسئولیت ایمانی و اسلامی که داشتین از ذمه خود برداشتین. گفتین که بیاین در خاندان ما و شما توی شود که در خانه رسول الله شده بود، بیا در خانه ما توی شود که در خانه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که امسال سال بزرگداشت ایشان است، طرد زنگیری که حضرت امام ابو حنیفه کردند، بیا در خانه ما مثل وی توی شود. تو در این دلالت های خیر و پیشگاه خدا در ثواب گرفتی. ولی رفتن و نرفتن این حق توست، ولی نارفتن تو اینجا برای تو
موجب ثواب است برادر عزیز. زیرا که خداوندم در سوره مؤمنون خبر داده الذین هم عن اللغو معرضون، و تحقیق نجات یافتند آن کسانی که از لغو، از بیهودگویی، از فسق و فساد پشت گردانیدند، اینا در پیشگاه خدا ثواب گرفتند. برای من البته حق نرفتن داری دادری عزیز. ما اگر دانیم که در کجایی که فسق و فساد است، معرکه های همین تا گوییم آمیخته زن و مردها، نوشانیدن شرابهای حرام است، دان مرویم گناهکار می شویم. اگر کسی دانسته رود البته گناهکار می شود. برادر عزیز و گرامی، البته معرکه هایی که ما امروز داریم خدا را شکر که با اختیار ماست. من می خواهم در معرکه‌ای که خداوند مرا به او روز رساند تشکیل میکنم پند و نصیحت، تا که دختر من است، بچه من است، نصیحت کرده شود، طرز زندگی را برای او نشان داده شود، خب معامله های حیات برای او گفته شود. این است آن چیزی که برای ما و شما لازم و در کار است. اینم جای تأسفم است که امروز بعضی مسلمانان ما و شما چنان معرکه آراسته میکنند که باور کنین در همین قدر مسافه های دوره که ما ایستادگی داریم، اونقدر آوازهای بلند دغلی که انسانها را نمیگذارند خواب کنند. البته کسی من نمیدانم که اونجا همون رئیس جماعتشو، همون وکیل محله در کجا هست که صدای او را یک کم بیش به تنظیم درآورد. آخه تنظیم فقط در یک خوردن نگفتند، تنظیم در همه اینها گفتگی هستند. همون را یک به تنظیم بیارد، یا آن قدر پستش کن که برای زن و مرده که همون خاندان لازم بود همونهاش نوان بسید. برای کوچه چی برسورد؟ کیا از کوچه خواهش دارند که اینقدر داد و وای در چیز میشه که از سحر تا بگاه مانده شده است و باز مثال گویم خوابی او را پرانده او را ناراحت کند؟ هیچ کسی خواهش ندارد. برای خانه خودت گذار، چی قدر هوس داری و چی قدر گوش کردن در لذت داری، گوش کردن بگیر. برای بیرون چی در سا؟ السلام علیکم داملای محترم. ما مهمان مخلص شما از ولایت خوجند در حق ما دعا کنید که تا خداوند بر ما فرزند صالح عطا کند و آن مشکلاتی که به سر ما آمده است از سر ما دور کند. التماس بسیار مهم است. همونجا مونیم بعدی نماز انشاءالله جنازه میگه. بله بله. خدای مهربان این برادرای خوجندی ما را صاحب فرزند سالم و صالح گرداند و همه مشکلاتی که ایشان بیان کردن خداوند با فضل و کرم خودش مشکلاتشان را دور کند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم حاجی مهربان. التماس با سوال من جواب دهید. در خانه ای که عرق باشد برای یگان کسل استفاده برده می شود، ملائکه ها داخل نمی شوند. بله دادری عزیز، شما در خانه هاتون از امو برای استفاده بردن هر گونه امگذرانی یا اینکه مالیدن در بدنهای فرزندهای ما و شما از امو سپرت‌های تازه‌ای که در اپتک‌ها فروخته می‌شوند استفاده برید. ولی در خانه آوردن عرق اصلا اجازه ندهید و در خانه هاتون از این هم هیچ وقت راه ندهید که ملائکه های رحمت در خانه شما هیچ وقت مهمان نمی‌شوند. خب دوم، زکات از چند سوم باید داد؟ زکات امروز از $3000 است. هر کسی $3000 دارد، یک سال بالای این پول گذر می شود، ولی 3000 باقی می ماند یا زیاد می شود. از همین $3000 $75 برای زکات جدا کنید. میگویند که در بیگاهی و شب با یگان کسم دادن اوبال است. این باکی ندارد دادر عزیز، چه از قسم بیگاه باشد، چه از قسم سحر باشد، کدام انسانی محتاج باشد، از شما چیزی پرسد برای او تین در پیشگاه خدا ثواب میگیرید. انگشت سبابه را بعضی برداشته میمانند، بعضی دیگر انگشت را قطع کرده باز انگشت سبابه را میبردارند. کدامش درست است؟ هر دوش درست است دادر عزیز. در حالت چی شاده بودن دستهاتون اشهد ان لا اله دمی بردارین الا الله دمی پرتاین، یا حالتهایی که من جمعه گذشته گفتم، حالتهای مشت
مشت میکنیم میبرداریم، هم تا در حالت مشت یعنی انگشت میگذاریم الا الله ده و تا آخر نماز همون مشت میداریم. اینش هم درست. بعضی ها مثال مشت میکنن اشهد ان لا اله الا الله میگن و باز مشتاشون کشاده میکنن، اینش هم درست. برای هر طرزی که میکنین انشاءالله نیتتون که برای سنت زنده کردن است، پیشگاه خدا در البته ثواب میگیرین. خب آبی که روان است اما در وی آبازی میکنن، هر گونه پرتاب ها میپرتند، آبی صاف نیست، طهارت کردن روا هست؟ نه، طهارت کردن در آبی که هر پرتابه ها را در او پرتایند، شما پرتابه ها را در اون آب بینین، رنگ او تغییر یافته باشد یا مزهش تغییر یافته باشد یا بوی در اون آب پیدا شده باشد، اون آب حق نه طهارت دارد، نه حق جامه شویی را دارد، نه حق غسل کردن دارد. در اونها شما این عملها را انجام ندهید. سلام داملا حاجی مرزا، التماس همین جمعه سوال مرا جواب گردانید. من 5 سال پیش در شهر روسیه کار میکردم. مبلغ پولی که در دست صاحب کار داشتم، با وقتی خانه آمدنم همون مبلغ را که در دستی وی داشتم گفتم که بازگردانده دهد و او مرا از مبلغ خود داشتم نافهمیده یک مراتبه به من زیاد داد و من هیچ چیز نگفته و به خانه برگشته و امروز نمیدانم همون مبلغ را چیکار کنم، با صاحبش برگردانم یا که با یگان سحیرخانه برده دهم. یک مفلس اشدی شما دولت و قربان علی از شهر دوشنبه. مثلا این دادرمان در دولت‌های روسیه از کسی پول گرفته است، یعنی در عوض شاید $1000 $1500 داده باشد، نافهمیده شده است. آیا این پول را چیکار کرد؟ اصلش این است که شما همون زیادتی را باید به صاحبش برگردانید و اگر امکانیتی برگرداندن نباشد، خودش نباشد، به اولادهاش برگرداندن در کار. و الا اگر امکانیتی به اولادهاش هم برگرداندن نداشته باشین، شما می توانید که آدمای مستحق و مسکینی که در اطرافتان دارید در همانها خیرش کنین، انشاءالله پیشگاه خدا در ثواب میگیرین. خودتان از او پول استفاده نبرید. شما وقت استفاده برده می توانید که خودتان هم فقیر و ناتوان باشید. این حالت استفاده برده می توانید. بسیار بچه‌های با ایمان، خدا نگهدار داره که همون پولی که در دست شما میزند و او را پس گردانده دادن هم این در ایمان در کار، این هم خدا ترسی در کار. ما برادرای عزیز، خدا همه اون برادرایی که در روسیه هستند از مردم ما و شما و پیکار هستند، خدا کاراشون را برار دهد. دیروز از بچه‌های قرغان تپه و یاون از لنینگراد تلفن کردن، بسیار خواهش دعا کردن و گفتن که مقصد داملا بسیارتر در همونجا بچه ها را تأکید کنین که از پولی که ما را فریب میدهند آمده در تاجیکستان خیر احسان ها میکنن. ما خبرها یافتیم از حق ما میگیرن، ماها را فریب میدهند. همون اولی روزی گفته بودم که اصطلاحایی که کیدت و پتساویت و دیگر همه اینا در همون روسیه حاضر وجود دارد. برادر عزیز، ظلم به نام خدا در حق یک برادر مسلمان. برای همین هر کسی که از این راه آمده و خیر میکند، این معلوم از این خیر هم نیست. این چی جای خیر است؟ برعکس اون مبلغی که تو در همین راه صرف میکنی همگانی در پیش خدا در جواب میگویی. من این اکتسب المال و فیما انفقه، از کجا یافتی، در کجا صرف کردی، هر دین در پیش خدا در جواب میگویی. محترم اکای حاجی مرزا، خواهش دارم با سوال ما پاسخ قناعت بخش دهید. صدقه کردیم اما تلاوت قرآن نشد، خمت روشنی می انداختید، با احترام یک گناه میخویسانی شما. اگر کسی در عوض خیر شما تلاوت قرآن هم که نکرد، شما غمگین نشوین، او خیر جای خود می آورد. همین شما از جیبتان پول بیرون کردین و در راه خدا تسلیم کردین، بگذار کسی هم نفهمد. اصلا بینین شما در حدیث ها پیامبر خدا میگوید صدقه همچنان شود که دستی چپ داد دستی راست درک نیافت، یعنی اونقدر پنهانی. یا بینین در دوره های رسول اکرم در قدی راه میدیدن که یک بیچاره ناتوان می آمد، پول در همونجا می گذاشتن و خودشان از پس پرده می ایستادن یا از پس دیوال می ایستادن
و میگفتند که همین پول بگیر و در حق ما دعا کن و خودشون غایب میشدند. این همچنان صدقه های داشتند که پنهانی بود. ولی اگر ماها را کسی هم صدقه دهد گوید در حق من دعا کن، اینش هم درست است که ما نام خودش و نام پدرش گرفته در حقش هم دعا کنیم، اینش هم درست است. و ثواب تلاوت قرآن هم بر روح گذشتگان او عقیده اهل سنت و جماعت میرسد. ولی اگر مبادایی که کسی دعا نکرد، برادر عزیز شما غمگین نشوید. شرط هم نیست که باید مجبور کنی که تو در حق من قرآن خوان. همون صدقه را کردی، خدای مهربان جای او را می‌یابد. و الکی کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اون کراما کاتبینی که خدا واسه کرده در حال آنچه که شما گفتین نویسنده در ویم خزینه می‌پرسد که خداوند از او روز قیامت شما را ثواب می‌دهد. السلام علیکم اکرام الله. آدمی زندار نمازخوان زنا کند چی می شود؟ خواهش داریم بگویید. بدبخت می شود، رسوا می شود، بیرزق و بیروزی می شود، بدنام می شود، کثافت می شود، همه چیز می شود. وقتی اگر آدمی که مثال گوییم نمازخوان است و زن دارد و یا نمازخوان یا زن نداره و یا نمازخوان هم نباشد دعوای مسلمانی داره و زنا میکنه، همه بدبختی و رسوایی میشود. کما تدین و تدان، هر چگونه ای که با دخترهای مردم معامله میکنی، هم تا معامله را در دختر و در زن و در خاندانت انتظار شد. امروز با دهن پر خنده و با تمام راحت گویم خاندان یک برادر مسلمان حرام میگرداند، همچنان منتظر در خاندان خود شود. و یک بچه ها بسیار زنگ میزنند که آخه شما گفته بودین که کسی که اگر زن داشته باشه و زنا کنه زنش طلاق میشود. اینجا بعضی ها را میپرسیم میگن نمیشود. و بعضی ها میگن که شما گفته بودین که کسی عرق می نوشه و در شب اول نکاح رفته نکاح میکنه، نکاحش باطل است. اینجا بعضی ملاها را میپرسیم میگن که نه، نکاحش باطل نمیشود. حتی بچه ها را گفتم 2 شب روی هم همه سنت پترزبورگ یک برادر ملا اون چنان به من با تلفن دعوا دارد که کسی که عرق می نوشد نکاحش باطل نمیشود. راستی بار خیلی آدم خجالت می شود که اهل علم پشتیبانی از عرق نوش میکنند. منم باز چی میگم، من اگر با مثال شما علمم نداشته باشم ولی کمم دارم، من گفتم خدا ترا به علم جاهل نکرد، این خوبتر بود از این علمی که داری و خدمت نداری. و تو بیا اینجا در تو میکروفون بگیر، منبر در برا بیا جا معرکایت برام که اکثریت مردم وقتی که از عرق نوشی من میکنی با تمام وجودش دشمنی تو میشود، اونجا در برآمد که از دور یک تلفن در گوشت، آخه غیرت خاک داری تو چی غیرت داری؟ تو چی جسارت داری؟ تو چی ملاکی داری که پشتیبانی از عرق نوش و پشتیبانی از زناکار میکنی؟ هرچی که ما گوییم چیز داریم و چیز میخواهیم که انشاءالله گفته های ما فایده آورد و ضرر نیاورد. الحمدلله زیرا گفته من نیست، زیرا گفته خدا هست، گفته رسول هست. ولی بسیاری آدمایی داریم که حتی پشتیبانی میکنن، دلیل ها و حجت ها میارن، فکر میکنن که دلیل و حجت های را ما ندیدیم یا دلیل و حجت های را ما نمیدانیم. او دلیل و حجت های تو میاریم، ما 4 کتاب پیشید و چه مانده میخوادیم همونجا میدانستیم. برای همین برادر عزیز و گرامی خیلی کاری زشتی هست، شما در این مسئله نزدیک نشوین. کوشش کنین که خواهرها و اپاها و اولادای ما و شما از این راه حرام پس کردن. خب هر چیزهای سختی هم پیشون بیان کنیم تا که ترسن و از این کار دور مانند. خداوند همه شما را در حفظ امانش نگه دارد و خداوند برای همه ما و شما ایمان کامل دهد.
خداوند برای همه ما و شما در این راه راست، در این راه خداشناسی و خداپرستی ما را صاحب قدم، ثابت قدم خدا نگه دارد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین.